چه کودایی به زعفرونت بدی ضرر میکنی. خب ما همیشه میگیم کودو بدیم خوبه این کود، و خب چه کودایی رو ندیم؟ چرا ضرر میکنیم؟ کودایی که تو آب اول شما به زعفرونت بدی و باعث بشه رشد رویشی به زایشی سبقت بگیره، مثل کود سفید یا همون اوره. سعی کنین تو آب اول کود سفید ندید. کودای مرغی سعی کنید اگر میخواین حداقل مقدار کم اونم در زاجاب استفاده کنید. کود دامی نپوسیده به هیچ عنوان استفاده نکن. کود گوسفندی استفاده نکن. کودایی که نمیدونید توش چی داره و اطمینانی بهش ندارید، مشخص نیست چی هست، از کجا اومده، سعی کن استفاده نکنید. سعی کنید کودای بی‌کیفیت ندید. قرار نیست حتما یه چیزی تو آب آبیاری استفاده کنی. من پیشنهاد میکنم اگر نمیدونی چیه یا نمیخوای خیلی هزینه کنی، اصلا چیزی استفاده نکن. ولی اگر میخوای کود به زعفرونت بدی، سعی کن همیشه بهترین کودها رو از بهترین برندها و کودهای شناخته شده و کودهایی که اطمینان داری بهش استفاده کن. و سعی کن تو زمین خودت هر چیزی رو تجربه نکنی، از تجربیات دیگران استفاده کن، از کودایی که تو سالهای قبل استفاده شده و مطمئنیم ازش. سعی کن از زعفرون کارهایی که با تجربه برداشتای خوبی دارن از تجربیاتشون استفاده کنی. از کودهایی که توی بازار برندن و شناخته شدن شاید یکم هزینه بیشتری پرداخت کنی، ولی ارزششو داره و اینجوری باعث میشه که ضرر نکنی. اگه میخوای بدونی چه کودی استفاده کنی، کپشن رو بخون.